صبح بخیر دوستانی عزیزم. در صبحانه پیراشکی گرم با چای شیرین خیلی خوشمزه است. داخلش را میتوان از هر چی که میخواهید پر کنید. از من کمی پیاز را سرخ کردم، با سیب زمینی آمیخته کردم. خمیر را با زبالچو تقسیم کردم، موندم نیم ساعت دم بخورد. با این خمیر شما شناس هستید. این همان خمیری همه کاره است که بارها گذاشتم و باز الوتا در استوریس هم میگذارم. ببینید و سری موفقیت پیراشکی ها در اون است که آنها رو باید به آرد تنک کنیم. برای همین روی تخته کاری رو کمی روغن میمولیم و برای حرارت رو درست فهمیدن یک تاش رو چالپک میکنم من دویم و بعدا دیگر پیراشکی ها رو همش رو پختن میگیریم. آتش باید معتدل باشد تا پیراشکی های ما خامسوز نشوند. و یک خوبی دیگری اونی که وقتی پیراشکی ها رو با روغن تنک میکنیم آرد استفاده نمیکنیم. ببینید روغنی که در آن پیراشکی بیرون میشود تازه میایستد و پیراشکی های ما آماده شدند. این یک قسمی آنها هست، چون قسم دیگر را در وقت نوارگیری کودکانم الکی خوردند و من میخوام حاضر داخلش رو نشان بدم با شما که داخلش تنک و خیلی ترد آمده است. امیدوارم این دستور برای شما پسند میآید. برای عزیزان خود آماده کنید و نوش جان.